چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخی نهایت قدیمه داشته به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است. باعث خرسندی است که بعد از بروی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل گردیدن آش پلو و نوروز، این نوع صنعت گلدوزی تاجیکان نیز از جانب یونسکو، اداره علم و فرهنگی سازمان ملل متحد، بروی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرده شد. به همه ما معلوم است که هنری گلدوزی با نام کشید دوزی، چکن دوزی در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان رشد یافته است، پهن شده است و مخصوصا این رو در ولایت ختلان با نام چکن دوزی، گلدوزی یاد میکنند. و یک نکته بسیار مهم است که در سالهای پیش لباسهای گلدوزی شده، مخصوصا کرته چکن، رویمال چکن، تاقی چکن، اینها از جهازی بسیار مهمی توی عروسی بودند، از عنصرهای جهاز عروسی بودند. عروس باید حتما همراه خود این چیزها را می داشت و البته این محصولات چکندوز شده محصولی دست خودی هنرمندان بود. حتی خودی عروس می دوخت، مادرش با یک آرزو و نیت ها می دوخت. همین گونه عنعنه ها در دیگر منطقه تاجیکستان هم بود. در وادی حصار، وادی زرافشان، ولایت سوغد، وادی فرغانه، سمرقند و بخارا، در دیگر منطقه هم این چیز بود، این عنعنه بود. و متاسفانه امروزها سوزنی ها، کرته چکن و دیگر اشیای گلدوزی شده فکر میکنم که از روی خطی آن محصولاتی که در ترکیب جهاز عروس باشد بیرون شده است. یعنی الکی زمان دیگر شد، این جوان دختران ما دیگر به محصولات چکنی توجه ندارند و شاید این عنعنه در دهات، در کوهستان باقی مانده باشد. واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ‌های قیمت‌بها و ظرف‌های فلزی با درفش‌های مخصوص، نقش‌های گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می‌شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. پره‌های چکن گلدوزی شده از ناحیه فرخار از قبرستان اتفاق سال 1973 در نتیجه تحقیقات‌های بستانشناسی دسترس گردیدند. پره‌های متاعی که دسترس گردیده بودند برای تحقیقات و آموزش به فدراسیون روسیه روان کرده شده بود و در نتیجه آموزش و ترمیم یکی از ترمیمگران مشهور یالکین معین کردند که در بالای متا رسمی درخت حیات، پرنده سیمرغ و 3 ابر با ریسمان‌های ابریشمی و لاتونی گلدوزی گردیدند. اینچنین معین کرده شد که پره‌های متا لب دامن کرته یا اینکه لب دامن رویمال زنانه می باشد. محققان معین کردند که پره‌های متای دسترس گردیده به اساس 3 میلادی تعلق دارد. چکن نوعی از کشیده دوزی ملت تاجیک است که در کلاب و نواحی نزدیک آن پهن گردیده است. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتین سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می‌کردند. زردوزی میکنن، جامه میدوزن. اون تمامی کاری که همی هنرمندی است که همه کار دستم میوید. زاغ نباشه هیچ نمیشه. می آواز های بوده کی بود و همه کار آواز دارم، وزیرم آواز دارم میگم وزیرم چه بازم میکنم. قدیم الایام همین مردمی ما هنرمند ایوام همین نقش با در همین شروبات با درجهش بود که وزیرم میگم که هیچ جا به شروبات نمیرسه. اما هنر دارن. ما در تمام جا نقش شروبات میشناسم. نقش شروبات وزمینه بقوا دکتگی وزمینه قلم خدمت در امریکا برای میشناسم قلم زدگی خدمت میشناسم.
یکی از نشانه‌های شهر موجودیت هنرمندی کسبی است. در منطقه کلاب دلخواه بانوی به دختن چکن میل و رغبت دارد. قمرنیسا عادلова میگوید من هم از همین ردیفم. مادرم که هنرمند گلدست بود اولین بار سوزن زدن و نقش دوختن را از او یاد گرفتم. بعدتر وقتی به شوهر برآمدم اتفاقا به خانواده افتادم که بانوان عائله هنرمندان چکندوز بودند، خصوصا خوشدامنم. او هنرمند و چهره بسیار ممتاز و در دوختن چکن استاد بغایت سختگیر و پخته‌کار بود. در این مواقع هنر اجدادی را همه‌جانبه آموختم و از بر کردم. در این منطقه عروسان به دوری به شوهر نمی برآمدند، تاکید نمود قمرنیسا عادلова. شوده را برای عروس می دوزیم. وقتی همین عروس به چودر خونه شهر رفته نمیتونه. زیب عروس توجیک چکنه. در مبین 1 ماه یا 1.5 ماه همین چودر را بود میکنیم. وقتی بود کردیم ما تیاری به عروس تیار شدگیم گویا. وقتی زیوده همی چودر میگیره. وقتی که همی پیشتره دکو همی وقتی چودر نمیشید که میگفتن که عروس چودر نداره. من میده بودم قلم میزدم به خواهرام به دخترای همسایه قلم میزدم. بعد با حواس همین نقش دوزی و همه اینا را داشتیم. در جای ما در وقتش سوید نه به چراغ میموندیم دخترکو همش گرد میستادن بر دیوالی میدوختن. وقتی که ما هم کلان شدیم خواستگار اومد به خانه ما، بر دیوالیش تیار نیست گفتم ما را ندادن. وقتی که خواستگار معقول اومد معقول شد ما را به او دادن. در دم من بر دیوالی را خودم تا قد دوختم، دم ما داخلم تا قشتم دوختم من بر دیوالی را. اگر او چنده نمیدوختی میگفتن که عروس به پاسپورت اومده. امروز هواداران چکن خیلی زیادند. اینها نه تنها از جمله صنعتکاران و هنرمندانند، بلکه بیشترشان دختران جوان و بانوان زیبایی هستند که از این هنر دلبستگی ظاهر می‌نمایند. کرته چکن را دوست می‌دارند و ایام بهار و نوروز و توی سور این لباس قشنگ را به بر می‌کنند. اکثر گلدختران منطقه پی آموزش این هنر تلاش دارند و حتی در دانشکده‌ها داخل شده نازکی‌های چکندوزی را از استادان با تجربه آموختنی‌اند. میگویند البته همه چیز در پیشروی است. هرچند این هنر از قدیم آمده است، امروز دیدی نو نیز می‌خواهد. استادان به ما خوب درس یاد میدهند، از ما رسم طلب میکنند و ما مدل های خود را در به استادان پیشنهاد نشان میدیم. مثلا وقتی که ما رسم میکشیم بسیارتر استاد از ما الیمنت های چکن طلب میکنن. بسیارتر ما الیمنت های چکن را در اون مدل های ما استفاده میبریم. مثلا لباس های اروپایی با طرز ملی. مثلا وقتی که چکن را میکشیم مثلا گل بهاری تصویر میکنیم، همون چکن دختران بسیار میل و رغبت دارن. همش ازی همون کوچه ما ده پای گلدستمو، پای قمری، پای مرورمی، همون پیر مونگو، پای نشستمو، همه کسا نقش میدوزن. من قلم میزنم، قراغی میکنن، همه این چکندوزی ها همش هنرهای دستی خود منم. کشتور خودم قلم زدم نمیر، همش هنرهای دستی خود من. میشینیم میدوزیم یک خونه ده یک جای بزم بازی و رقص بازی هنی میکنیم، نقش هنی میدوزیم، قلم هنی میزنیم. همه هنرهای دستمون میوید شگران اختو. اعلان کردن سال رشد دهات و سیاحت و هنرهای مردمی طلبات دختران بسیارتر به چکن یعنی میل و رغبت پیدا کردن. در اول یعنی لباس عروسی دختران فته بود که مثال آن را با سبک اروپایی به بر میکردن، اما حاضر باشد لباسهای ملی خود را یعنی به بر میکنن و به ما فرمایش بسیار زیاد میدهند که لباسهای همین ملی را یعنی دوزیم یعنی با آنها دهیم. زنان ضمن آماده کردن جهاز عروس ترانه و رباعی‌های موافق با سرود می‌آمیزند که تحریک انگیزند و شادی افزا، تلقینگر پاکی و آزادگی و صداقت و محبتند. توسط سرود و موسیقی آرزوی آرمان خود را به نوخوانندگان بیان می‌کنند.
سرشوانی گل روسه کمیشوانی گل روسه روزی خدا بگشیده گوی کمیشوانی گل روسه همیو همش برای عروسن ما برای همی عروس تیار میکنیم با خونه شهر زیباترین میکنیم که وقتی میگن که عروس اومد خونه شدکو اول ما همی توجیکو را ایروی همی چکنای میلی ما میشناسن ما میایم با بخشی همی مادرها که برای دخترها و فرزندها همین نقشا را میدوزن ما سرود میخونیم با بهترین میشوه برای عروسا. خودی دوختنی محصولات گلدوزی هم در حقیقت یک عنعنه خیلی هم فعال بود، فعال هست. بانوان با هم نشسته به طور گروهی نشسته صحبت کنن، البته سرود و ترانه میخواندند، به هم نقل و روایت ها میکردند، حتی افسانه میگفتند، لطیفه میگفتند و میخندیدند. یعنی یک عنعنه بسیار پرقوت بود و در این عنعنه تجربه و دانش ها از نسل به نسل انتقال می‌یافت. مثلا کلانسالان، مخصوصا مادر کلان، خوشدامن، مادر با دختران، با کلین ها، با عروسان هنری دوختن، انتخاب رشته، حتی رنگ کردن رشته، طرز تصویر نقش ها، جای به جای گذاری نقش ها. میگن که در وقت پدر بابامون میگفتن همه چیز او میبره هنر نیه. همین هنرمند که باشی دویم درد شده، دویم میویم در پیش دادم. هم هنر میآموزیم، هم میزنیم، میتیم میرویم. خلم شاگرد با تیار میکنیم، دخترها را نشان میتیم. کرتا میدوزم، ماشینه دارم در تسیتا کرتا دوزی میکنم، پورا میکنم، شاگردا را نشان میتم، با کلن من نشان میتم. شکرانه خدا میکنیم. خیر همین روزمانه پیش میبریم. در این دوره های هنرمندی بغیر از اینکه جنبه های ادبی و فولکلوری داشت، اینجا معیارهای اخلاقی از جانبی مثلا کلانسالان با جوانان، با چی گویم، با نسل نورسان حتما تلقین میشد. این هم یک مکتب بود، مکتبی خلقی هنرمندی که جنبه های هم اخلاقی و هم استتیکی داشت. در دوران صاحب استقلالی کشور که مناسبت به ارزش‌های فرهنگی، هنرهای مردمی و مقدسات ملی به طور بی‌سابقه دیگر شد، هنر چکندوزی نیز تابش و معنای نو پیدا کرد و دوباره رواج یافت. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هنرهای مردمی را در مد اول گذاشت و چکن نیز چون یک هنری اصیل مردمی در این روند جایگاه سزاوار خود را پیدا کرد. الحال در شهر کلاب هنر چکندوزی رشد می‌یابد. در اینجا مکتب‌های هنری در گذشته شهرتیار قبای نو به بر کردند. چادر اینا دوخته استیم، چادر عروسی که عروسا را به نمی بر تخت نمیزنیم و تای چادر میکنیم. دورای پیشوری انا رومالای چادری میدوزیم به عروسای حاضرینه را. همین چیزای قدیمینه را ما ایموبین میگم با ایسر نو زنده کنیم. اول قلم میزنیم، ای کربستین سیادق رنگا میکنیم، پیلای زرد میکنیم، سبز میکنیم، سفید میجوشونیم، خوراک میزنیم، رشد لو میکنیم، این ای چرنیل میشوه، ایش سبز. بعد یک لو میدوزیم، اول رنگهاش میدوزیم، بعد سفیدوش سر میکنیم که چرکین نشوه. او چای ما همتری چودردوز بوده، قلم دوز و قلم زن همتری قروغی میدوست اخچم. اوزی ما بعد اخترامونه بنویرهمونه اومختستیم. اعلان گردیدن سالهای روز دهات سیاحی و هنرهای مردمی بانوان ایجادکار را باز هم دلگرم نمود. آنها اکنون با استفاده از امکانات‌های موجوده سعی دارند تا بهترین هنرهای دستی خود را تهیه و پیشکش میزبان نمایند و به این وسیله کشور را معرفی کنند و هم روزگارشان را پیش برند. همه وقت زنان و بانوان هنرمند ما در رفت هنرهای مردمی خود، در رفت فعالیت کاربار زندگی خود باز با فرزندان، با دختران، با دیگر جوانان
дар нишон додан ва таълим додани ҳамин ҳунарҳои мардумӣ саҳмгузор ҳастанд. беҳтарин бонувони дар ин ҷо саҳмгузор ҳастанд ки ҳози ҳунармандӣ карда истоданд. ин апаи иззатмо беҳтарин тоқишнони сатҳи ҷамоати мо ҳастанд ки агар сурайё қалам бизана сафармо тобонбӣ илолбӣ икасо медузанд. ана иззатно боша тоқира асл мешунанд. тоқиёи духтагии мо тоқиёи тайёркардагии зану бонуҳои ҳунармандои мо ай дигар ноҳиё фарқ мекунанд. ҳам бар нақши нигори худ ҳам бар тарзи сифати хуб ки ҳамин на рангаш мерава на дигар и тоқиям чанд сол меравада. пештар бар деволӣ мезадем 1-3 сол шуда ки айбайн рафтай барои ки хай корш қинай калонай духтанаш муддати дароз 1 сол давом метад. куртай чакан хай як куртай чакани арӯсӣ қала мезанам рангаша мешинонам мебаранд духтарако медузанд амурабо меёранд худам дузандаам мечаспонам тоқиша соз мекунам. агар ам дузандае ки ам куртара аввал то поча то рӯймол то тоқӣ медуза 1000 сум нархи ҳаму курта ҳай. хама худам қала мезанам шукронаи ҳами касбу корам ризқрӯзи маями меёвам. фарзандом духтаром саркор доранд. мисоли нама остина мезанам як остинша духтарам мезана. хай нақш медузанд худам ам нақш дузам куртаи арӯсӣ медузам. чанд та шогирд дорам. ما هم باز برآمدگی برای شهربچه‌ها خیلی پیش تخت چکنا ما مادرها کوشش میکنیم که همیاره در اون وقتی که شهر و سر عروس میرود پوانداز همه چکنی شبکی با همون کاسیت هم تو یک تماشا کردن همون با بسیار پسند میتوه ما خیلی با همیده روح بلند میشیم. дар ин ҷода ҳунарвари чирадаст ёдгорбӣ собир ва низ намунаи ибрат аст ки дар баробари ба роҳ мондани духту фурӯши сару либос ва курпаю ҷиҳози арӯсӣ духтарони маҳалларо ба ҳунаромӯзӣ фаро гирифтааст. که نمیده دختر شو دادم هیچشو نکردم نه که همین 3 سال شد همین چی هنرهای مردمی را خیلی کردیم نه 3 ساله همین ای بانک میرم تو میگیرم قرض 50,000 در 50,000 گرفتم سال 10,000 کردم نم قلم ریزگی میکنم خیلی سودام خشرای نمی 4 کوپچه گرده خونه میکنم 800 700 خیلی با پیشی تخت میکنم چودر میکنم رو تختی میکنم. بعد مرا همین چی تعلیمی کلان سالون یوردم داد بچم 3 کورسم داد یک چکن 2 تا قلم ریزگی امول 60 تا شاگرد دارم این از شاگرد ما آوردم من اینای دهه کفتر موقع بود چی جماعت داغستان. чакани ноҳияи Шамсдин Шоҳин аз дигар ноҳияҳо фарқияти калон дорад. ман ки худ бо ҳамроҳи ҳамин дугонҳому ҳамкором иштирокчии тамоми чорабиниҳои ҳам сатҳи ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ вилоятӣ ҳастам. ҳама ҷода дар чорабиниҳо нигоҳ мекунем ая дигар меомӯзем мебинем ки нақши мо чакани мо дида ба дигар ноҳияҳо аз дигар минтақаҳо фарқияти хеле калон дорад. нақши мо нақши тоҷикии миллии мо серобу рангай нақш вазнинтарай да мақсад вилояти суғ нақш нигораш дига хелай ай мо нақш нигор бисёртарай ҳамаи нақши нигори мо ай нақш нигори ӯҳо ҳам ранга ҳам қаламзанӣ ҳам гулҳо фарқияти хеле калон дорад. дар як сол дар вилояти хатлон аз ҷониби ҳунармандони чакандӯз то 2670 адад куртаҳои чакан, 2803 тоқӣ, 3506 адад болишт ва дигар сӯзаниҳо омода карда мешавад. дар вилоят ҷиҳати рушди чакандӯзӣ як зумра чораҳо аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чакан ва гурӯҳҳои оилавии чакандӯзӣ ташкил карда шуда маҳсули меҳнати онҳо дастраси хоҳишмандон мегардад. ин амал барои ғанӣ гардонидани буҷаи оила ва рушди соҳаи чакандӯзӣ дар мамлакат мусоидат хоҳад кард. дар айни замон теъдоди ҳунармандони чакандӯзи вилояти хатлон 89 нафарро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки бо мақсади рушди чакандӯзӣ барномаи рушди чакандӯзӣ дар вилояти хатлон барои солҳои 2019-2021 таҳия ва қабул гардидааст. духтаро ҳамаш незе аксар аму зане ки ҳунарманд аст духтарашам ҳунарманд мебирояд ё шерӯздузӣ ина шерӯздузӣ тамоман шерӯздузӣ набуд ҳозир мо курс ташкил кардем курс шерӯздузӣ ина тобонбӣ худаш медузад ҳар 3 духтаро шерӯза дузанд дар виставкаҳо худаш натона хонада мешина тайёр мекард. ман агар виставка мерам озмун мерам
میبرم سودا میکنم مبلغش آورده اختش نمیتم اینم یه یاردمی همکاری بین ما و زنای هنرمند باشه ورود میته دنمو کفتر میتم یا تسرقم نمیکرد ایو نمی 3 ساله هو امی کشوی برام امی خلات خیلی خلاتی که نمی دوره نانم پازی میشه ساعت دایم غوسک پخت منم قری اولی صورتم در دگازید برمای در زمان گذشته دوزندگی قریب مشغولیت یگانه زنان بود و آموختن این هنر برای دختران حتمی به حساب می رفت. بنابراین دختران را به کار گلدوزی از سن 10-12 سالگی جلب می نمودند. هرچند گلدوزی از روی نسخه تیار دخته شود هم هر یک دوزنده به آن چیزی تازه اضافه می کند. بنابراین این گونه گلدوزی ها خیلی حیاتی به نظر رسیده گویا از قصه های زیادی شوق انگیز جمع آوری شدند. کارتشکر در شو میزایم اما قطعی میرشتیم خیلی تو سویتا هم پیشتر نبین پیش چراغنده آچه میباف رنگ میکرد بعد همی خیلی دخترک ها را جمع گر کرد آچه همی چادر عروسی را برای ما دو سالهای دراز مدت 30-40 سال که این موندگیست و همه دختر تویانده این ما میبریم و در کار میگرده برای دخترها. ما در وقتی که عروس میشیدیم در دوری ما با کرتای چکن ما را عروس میکردن. امیره مادر با دست خودش قلم زده است با دستان خودش دوخته است میکرتوره. این میکرتو تو حاضر اینا در تنه ما میپشیم در همه چی ما اشتراک میکنیم با میکرتوی چکنو. برای عروسی مثلا کرتوی چکن پیش ماه داره. خیلی برای طلبا با دیگه خیلی با کلاشون با ساده تر از کلانا با فرق دارن با ایها با گلهای با نو با گلهای زمانوی با میخواهن پوشن هر نقش به خودش را خصوصیت خودش را دارد مثال ماه میکشیم یعنی این ایات میکشیم رمزی آفتاب زرد خیلی ستاره میکشیم تایی که حاضر در تن من است ستاره دارد ماه پیشش ماه خیلی گلهای پیشینه چکن یکی از ثروت‌های بی‌بهای ذهنی مردم تاجیک میباشد که در آن رمز، فلسفه و مضمون و مندرجه ویژه جای دارد. تاجیکان در طول هزار ساله‌ها همچون دریافته ارزشمند گذشتگان خود چکن را تا امروز نگاه داشتند که چنین پدیده در میان مردمان جهان خیلی کم به نظر میرسد. عنعنه چکندوزی در شهر باختر هنوز پابرجاست. خماربی امام و بعد از بیبی و مادر که چکندوز بودند مکتب چکندوزی خود را به وجود آورده و امروز در قطار جوان دختران در مرکز میرم بیبی شهر کار می‌کند. انا هو که پیر شدیم با کلینو میدوزن ندخترون میدوزن خودم نیامل حواسمندمونه که خشرولا میبینه چشمم اگر نه دخترها داخلم حواسمندی دوزن چکن دوزم در دوره ما تری دوره چی نبود چی میرفتیم دراو میرفتیم کتای چکن میدوختیم میپوشیدیم دراو میرفتیم بعد بدر میکردیم کتای چی میدوختیم میپوشیدیم دراو میکنیم گنده میدرویدیم به دوست با که ای گنده میبرمیم که چکن میپوشیدیم میمدیم چی زبی چکنه دامو سر گنده میدیدیم دیگه جوی دیگه نمیرفتیم چکن جهانی شده همه چکن پوش و چکن دوست شده ضمناً باید تاکید نماییم که با محتوای نگاره‌های چکن و عموماً آفریده‌های گذشتگان میتوان به نتیجه رسید که آنها را نباید ساده و عامیانه و غیر ملی دید، زیرا در آن آفریده‌ها اندیشه‌های عمیق فلسفی یک ملت تاریخی 6-7 هزار ساله داشته بازتاب می‌گردد. خاله خماربی همیشه در پی ایجاد هست و همه آفریده‌هایش تا هنوز نگاه داشته شدند، حتی دوران جوانی. این نگاه کنید خیلی مال نقشون بیزیبه من رفتم البته 67 کرگل حواس دارم که چکن بدوزم رشته را خودمون میتوفتیم میرشتن خوراک میزدن رنگ میکردن سبز سرخ هر تا بخچه میکرد من چودن میدوختم اوچم رشته رنگ میکرد تیار میکرد میدوختم بازی همه در مغازین با چیزایی هستن که رنگاشون میرون صفتشو بلنده لازم خودم یک چودر کلون که اگه اول نیم کلاه دخترم دخته استایش حواس که اگه چند سال بود سالی چند بود که دختر او را چودر کلم داریم 3 دختر شد دادم ولی چودر نبودن این نه بردن دخته استانش
نه هوسمند شدم دیدن که چودر بسیار شد چیور چشید هوسمند شد اگر نمیدوختن واسه هم قخشوی دوخته استند که دوخت میدوزن و بخدشون میگیرن. یادآور می‌شویم که ارجگذاری به این آفرینش هنری از زمان استقلالیت دولتی آغاز یافت. افزودن و پربار کردن و به عرصه بین المللی برآوردن آن به شرافت میهن‌پرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صورت گرفت. چهوری گلدو زمان چادری شالو دارم سوزنی سیمینم هست رشته تیلو دارم سوزنی سیمینم هست رشته تیلو دارم مهره رنگینم هست لولو لولو دارم مهره رنگینم هست لولو لولو دارم کرته نقشینم هست عالم گل ها دارم کرته نقشینم هست عالم گل ها دارم اه قلم زنم بروی الوان آها چرا کشاید مهی تابان اه گل کند دفتر به شبستان آها شوله زند شمع میرخشان اه برق دهد ابر بهاران آها لعل شود قطره باران اه خندک و خورشید درخشان آها مرگ زند لاله و ریحان چهوری گلدوزم چهوری گلدوزم چهوری گلدوزم من ای دلنامه در این نقشی چکن دوختمه ای دنیا دنیا چمن چمن دوختمه در هر کج کو برگه کی نقشینی آنه من قصه عشقی مردو زن دوختمه من قصه عشقی مردو زن دوختمه من قصه عشقی مردو زن دوختمه اه قلم زنم بروی الوان آها چرا کشاید مهی تابان اه گل کند دختر به شبستان آها شوله زند شمع میرخشان اه برق دهد ابر بهاران آها لعل شود قطره باران اه خندک و خورشید درخشان آها مرگ زند لاله و ریحان چهوری گلدوزم چهوری گلدوزم چهوری گلدوزم من هر کس که زبانی نقشی ما را داند سرمشقی مصوری و فراخواند هر کس که زبانی نقشی ما را داند سرمشقی مصوری و فراخواند سر تا قدمش عشق و محبت گردد سر تا قدمش عشق و محبت گردد دلنامه یار آشنایی خواند دلنامه عشق و عاشقی را خواند
قلم زنم برای الوان آها چرا کشاید مهی تابان گل کند اختر به شبستان آها شوله زند شب نمیرخشان برق دهد ابر بهاران آها لال شود قطره باران خندک و خورشید درخشان آها مر زند لاله و ریحان چه وری گل دوزم چه وری گل دوزم چه وری گل دوزم من